طبق یک گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان بیش از 14% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقه روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفت که برای رشد اقتصادی تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نو منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پرثمر استفاده کند. در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه‌گذاری فایده‌ای به دست آورده شرکت‌ها را به رشد منبع فعالیتشان روانه کنند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است، زیرا شرکت‌های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند. Increased quality of products being supplied here in the local market, but also in the large foreign markets. مسئولان بانک جهانی در حال باز شدن مرزها را برای رشد اقتصادی کشورها مثبت ارزیابی می‌کنند که در چند وقت اخیر برای انتقال مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان محدودیت جاری شده است. کارشناسان بانک جهانی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان گفتند که وجود مشکلی حل نشده سبب به کندی رشد کردن بخش خصوصی شده است. پست کردن سطح کمبزایتی هم به گفته کارشناسان بانک جهانی به کندی جریان دارد و تدبیرهای اندیشیده سطح کمبزایتی را تا 29.5% کاهش داده است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.